لوحه شماره 5. دوباره ماه کامل شد و به نظرم خیلی وقت است که روی لوحه چیزی ننوشتم. فکر میکنم 12 ماه گذشت، ولی امروز در ثبت واقعه های کوتاه نمی کنم، زیرا امروز آخرین قسم قرضهایم را پرداخت کردم. امروز با همسری عزیزم به خاطر تکمیل شدن هدفمان یک ضیافت بزرگ ترتیب میدهیم. در آخرین ملاقاتم با طلبکاران اتفاقات زیادی افتاد که همیشه در خاطرم میماند. احمر به خاطر برخوردی نامهربانانش از من عذرخواهی کرد و گفت که میبایست رسمی رفاقت را به جا می آورد. الکاهید پیر پس از این همه اتفاق برخوردش خوب بود و گفت زمان مثل پاره گیلی بودی که هر دست میتوانست ورزد دهد و شکل بدو بدهد، ولی حالا مثل فلزی سخت شدی که میتواند تکیهگاه چیز دیگری باشد. هر وقتی که به طلا یا نقره احتیاج داشتی نزدیک خودم بیا. او تنها کسی نبود که آنقدر احترام برایم قائل شد. خیلی های دیگر هم با دیدی متفاوتی به من می‌نگرند. همسرم با برق در چشمانش با من نگاه می‌کند که این باعث دلگرمی و اعتماد به نفس من می‌شود. این برنامه بود که باعث موفقیت من شد. ما را توانا کرد تا هم قرضهایم را بپردازم، هم همیانا را پر از طلا و نقره کنم. پس این برنامه را به همه کسانی که قصد پیشرفت دارند توصیه می‌کنم، زیرا وقتی یک برده کمک می‌کند تا همه قرضهایشان را بپردازد و همه‌اش را هم پر از طلا و نقره کند، و دیگران هم میتواند این کمک را بکند تا آزاد و مستقل زندگی کنند. من اکنون نیز این برنامه را متوقف نکردم، زیرا معتقدم که اگر آن را ادامه دهم مرا بین مردم ثروتمند میکند. دانشگاه سویتین، دانشگاه نوتنگهم نیویورک ترینگ نوتنگهم. پروفسور فرانکلین کولدن، رهبر اکسپدیسی علمی بریتانیا، هیل، مسوپاتامی. 7 نوامبر سال 1936. پروفسور محترم، اگر در حفاری‌های آینده در خرابه‌های بابل با روح یکی از ساکنان پیشین بابل، یک تاجر شتری پیر به اسم دبسی روبرو شدید، لطف به من بکنید. با او بگوید که نوشته‌هایش روی آن لوحه‌های گیلی در آن زمان‌های دور قدردانی ادبی را از سوی گروه از جامعه دانشگاه اینجا در بریتانیا برایش به ارمغان داشته. شاید نامه 1 سال پیشی مرا به یاد داشته باشد، همان که در نوشتم که با خانم شروسبری تصمیم گرفتیم که برنامه دبسیر را آزمایش کنیم تا همزمان از قرضها خارج شویم و پول برای خود دست و پا کنیم. بدبختی ها و دشواری هایی که از دوستانمان پنهان میکردیم. ما طی چند سال با قرضهای سنگین احاطه شدیم و نگران بودیم که بعضی از آن طلبکاران آبروریزی راه بیندازند و باعث شوند که ما از دانشگاه اخراج شویم. ما هر شلینگی را که میتوانستیم به دست بیاوریم پرداخت میکردیم، ولی باز هم فایده نداشت. در کنار این مجبور بودیم خریدارهایمان را نیز به صورت اعتباری انجام دهیم که این هم باعث قرضی بیشتر و هم خرید گرانتر می شد. داستان ما تبدیل به یکی از آن دوره پی در پی باطل شده بود که هر روز به جای بهتر شدن بدتر و بدتر می شد. تمام تلاشهایمان بیفایده بود. نمی توانستیم به یک محله سکونت ارزانتر برویم، زیرا از صاحبخانه قرضدار بودیم. به نظر هیچ راه برای بهبودی اوضاع وجود نداشت تا اینکه آشنایی با شما پیدا شد. تاجری شتری پیری بابل با برنامه دقیقاً مناسب شرح حال ما بود. او شاد و خوشحال مرا تشویق کرد تا از سیستمش استفاده کنیم. ما لیستی از تمام قرضهایمان را تهیه کردیم و دوره افتادیم و برنامه‌مان را به همه طلبکارها نشان دادیم. با آنها توضیح دادیم که چگونه آسان غیر ممکن است که بتوانم با روشی که در پیش گرفته بودم قرضهایشان را بپردازم. خودشان هم می توانستند این را از درون حساب و کتابهایم درک کنند. سپس توضیح دادم تنها راهی که یافتم تا قرضهایشان را بپردازم این است که 20% از درآمدم را هر ماه برای پرداخت قرضها کنار بگذارم تا بتوانم تمام طلبهایشان را در ظرف کمتر از 2 سال پرداخت نمایم و اینکه با این برنامه تا آن زمان می توانیم به یک ثبات مالی برسیم و حتی سود پول‌های را که قرضدار بودیم پرداخت کنیم. اینها واقعاً پنهان بودند. سبزوات فروشمان یک پیرمرد دانا طور کمکمان کرد تا بتوانیم ادامه راه را برویم. اگر برای هر چیزی که می‌خرید کلی مبلغ را پرداخت کنید و سپس مقداری از پول خود را صرف قرض‌هایتان کنید، خیلی بهتر از کاری است که تا به حال می‌کردید. شما هیچ یک از صاحب‌هایتان را طی 3 سال گذشته نقداً پرداخت نکردید. سرانجام آنها را پایبندی دام کردیم که پی در پی 20% از درآمدم را بینشان تقسیم کنم، مزاحممان نشوند. سپس روی زندگی با 70% بقیه درآمد
برنامه‌ریزی کردیم و تصمیم گرفتیم یک باقی مانده را نیز برای خودمان نگه داریم. تصور نقره و حتی طلا خیلی دلبری میکرد. این مانند دل به دریا زدن برای ایجاد یک تغییر بود. ما از محاسبه برنامه‌مان لذت میبریم و با آن 70% برنامه‌مان هم به راحتی زندگی میکردیم. ما با اجاره شروع کردیم و سعی کردیم با یک مدیریت درست کاهش منطقی در آن ایجاد کنیم. سپس آن برندهای مورد علاقه‌مان در جای و چیزهای دیگر را کنار گذاشتیم و برای ما خیلی حیرت آور بود. وقتی می دیدیم بیشتر می توانیم مالهای خوش صفت را با قیمتهای ارزان به دست آوریم. داستانم برای یک نامه خیلی طولانی است، ولی به هر حال خیلی سخت نبود. ما آن را مدیریت کردیم و خیلی خوشحالمان کرد. وقتی با این روش زندگیمون را از نظر اقتصادی اداره کردیم، دیگر از عذاب حسابی‌های نسیه خلاص شدیم. نباید فراموش کنم و شما بگویم که 10% از درآمدمان را نیز به این برنامه برای خودمان نگه داشتیم. برای مدت این پسنداز را انجام دادیم. این قسمتی هیجان انگیزی برنامه‌مان بود. جمع کردن پولی که قرار نیست خرجش کنی. از همه شاد کننده تر این است که پول جمع میکنی که میتوانست وجود نداشته باشد. بعد از مدتی که این پول را جمع کردیم و باعث خوشحالی و اعتماد به نفسمان شد، راهی پرسودتری برای استفاده از آن پیدا کردیم. وارد سرمایه گذاری شدیم که میتوانستیم هر ماه با 10 درآمدمان آن را خرج کنیم. راضی کننده ترین قسمتی برنامه‌مان این بود. این اولین خزینه است که هر ماه از حقوقمان میپردازم. حسی لذت بخش از امنیت به ما دست میدهد وقتی میبینیم که سرمایه گذاریمان به صورت پایدار رشد میکند. تا وقتی که درسم تمام شود، این پول هم به مقداری قابل قبول رسیده است، آنقدری که درآمدش بتواند زندگیمان را بچرخاند. و همه اینها از همان حقوق سابق هم به وجود آمده است. باوریش سخت است ولی حقیقت دارد. تمام قرضهایمان با مرور در حال پرداخت شدن هستند و در همین حال سرمایه گذاریمان در حال رشد است. در کنار اینها به لحاظ دیدی اقتصادی خیلی بهتر از قبل شدیم. چه کسی این تفاوت در نتیجه های استفاده از یک برنامه اقتصادی و بی برنامه بودن را باور می کند؟ در پایان سال بعدی، زمانی که تمام صورت حساب گذشته‌مان پرداخت می شود، می توانیم پول بیشتر را برای سرمایه گذاری کنار بگذاریم و مقداری هم برای مسافرت کنار بگذاریم. ما مطمئن شدیم که دیگر اجازه ندهیم تا خرج‌های زندگیمان از 7-10 برآمدمان بیشتر شود. حالا متوجه می شود که چرا ما می خواهیم از آن پیرمرد که برنامه‌اش باعث رهایی ما از این جهنم زمینی شد تشکری فراوان کنیم. او میدانست. او از اول تا آخرش را تجربه کرده بود. او میخواست تا بقیه از تجربه سود بگیرند. به خاطر این بود که ساعتهای زیادی را صرف حک کردن پیامش روی لوحه گیلی صرف کرد. او پیام ارزشمند برای نسل‌های بعدی داشت. پیام آن قدر مهم که بعد از 5000 سال به سالمی و نوی روزی که پخته شده بود، از زیر خرابه‌های بابل سر برآورد. با عرض احترام، آلفرد شروسبری، شعبه باستانشناسی.